Corazones huérfanos. قاتل از ما چی میخواستی؟ چی میخواستی؟ موسا چیکار میکنی؟ با گناه غیر قانونی از سرحد گذرانیدن سیلو تو را دستگیر میکنم. چه سیلو؟ ما به سیلو چی علاقمندی دارم؟ سرده خیز از جایت. سرده بابا سرده. سرژانت تو خوب هستی؟ خوبم سردارم. یگون چی نشده است. کمی زخم برداشتم. تو تا آمدن گروه در اینجا باش. من دختر رو به مرکز میبرم. سردارم. انتظار شو سرژانت. الو الو شما کیستید؟ الو مادر جان روحیه در کجا هستی دخترم؟ مادر جان جنوبی بشر روحیه دخترم کسم روحیه تلفنم رو در کجا مونده باشم؟ روحیه آوازت نمی‌آید. روحیه دخترم من خواهدم نکن. قدسم در کجا هستی؟ روحیه در کجای نباشی قدسم روحیه بلا زند خدایا گپ زن روحیه گپ زن روحیه
الو مریم. خانم آیشه روحیه زنگ زد لیکن آوازش نه اونقدر خوب میومد. چی گفتنش رو ندانستم. آوازش گم شد. بعد گردنبان در درونش رسمی موسی است. بعد باز جناب بشر گفت لیکن من چیزی رو نفهمیدم. شد آرام شوم. از همه خوبش به خونه ما بیا. بشر در خونه است. مایلش خانم مایلش حاضر زود می آیم. فاطمه بشر در حجره خودش است. بله خانم. خانم تلفنتان. مالش تو از پای کارت شو. مایلش. الو عرفان. چی شد؟ بخیر است؟ بخیر است. خبری خوش دارم ینگه. پسرتان بدیه برگشته است. پسرم گفتی؟ وای در کجا هست عرفان؟ فهمیدم حاضر میویم. عرفان انتظار شده نمیتوانم. حاضر میویم. ای خدایا پسرم. خدایا در آخر پسرم را میبینم. بشر چی میگویم ها؟ چی میگویم؟ مرا گوش کن. بچه ها رو جمع بکن. همه کنج خانه رو کابند. هر یک سوراخ رو. فهمیدی این رو؟ من این طرف رو میبینم. راه. چی شد؟ برای چه آمد؟ یک طرف است حاضر با تو وقتی گپ زدن ندارم. این زن چی کار میکنن؟ آمینه؟ بابا خانم آیشه در حجره شان هستند. نه خانم وقتی که به حجره جناب بشر میرفتن دیده بودم. الو جنابی بشر این روحیه نمرده است. گریخته است. خواطر نشوید. بسیار دور نرفته است. او رو میابیم. من همش رو حل میکنم. از دست شما هیچ کار نمی آید. ابله این دختر از بین اینقدر آدم بر اومده و کجا می رود؟ مرا گوش کن حمدی. او رو یا بید و کشید. میشنوی؟ یا بید و کشید. خوب میلش اگر یگان نویگری شد مرا خبردار کن. جناب بشر خانم آیشه به شما چیزی نگفتند؟ باید چی رو میگفت مریم؟ روحیه زنگ زده بود جناب. از آوازش معلوم بود که حالش خوب نبود. چی گفت؟ در کجا بوده است؟ نمیدونم جناب. بعد تلفن قطع شد. آوازش خیلی بد می اومد. باز این گردن بند است. در درونش باشد رسمی شوهر اوسیه موسی و روحیه است. یا خدایا
حس کرده ایستادم که جناب با روحیه حادثه ناخوش روح میدید. این چه خیلی گپ است مریم؟ خدا نشان ندهد. کنی بیا گذر اینجا شین. کنی گپ زن گردن بند را به تو کی داد؟ این دختر در کجا باشد؟ در کجا؟ آخری راه آمدیم خانم. نزدیک نشو، مرا با حالم گذار. بلا زند تو را میکشم. التماس کمک کنید، یگان کس است. نزدیک نشو، رو از اینجا. کمک کنید. من با تو گفتم تو با آخری راه آمدی. یگان کس است. اینجا بیا. سرده مرا. خاموش. سرده بگویم. خاموش. یاری دید. یاری دید. هیچ نمیفهمم روحیه با این جوان چی کار میکند؟ یا اینکه موسی روحیه را از کجا میشناسد؟ هیچ عقلم نمیگیرد. جناب بشر، مگر شما نگفته بودید که جوانی دوست روحیه اومد و او به او رفت؟ گفتم. من اکنون هیچ چیز رو نمیفهمم. کجا غیب زده باشد این دختر؟ جناب، دختری من در کجاست؟ سرده مرا، سرده. مادر جان، مرا گوش کن. مادرت نی. اگر فرشته هم بیاید تو را نجات داده نمیتواند. سرده میگویم، سرده. مرا گوش کن. اگر باز یک باری دیگر گریزی مینه سرت را پاش میدیم. فهمیدی؟ فهمیدی؟ اینجا در رسم موسی است، لیکن روحیه رو دیگر جوان آمده برد. روحیه رفتن میخواست، لیکن چی جناب؟ احوالش نه اونقدر خوب بود. از کجا دانم جوان رو دوست میدارم گفت. من هم با اونها زید نبر اومدم. از آوازش معلوم بود که چی گپی شده است. عمیق چی گپی شده است. آرام شو مریم، خاطر نشو، من همش رو حل میکنم. التماس جناب، با سری دخترم یکون بالون آمده او رو یابد. التماس. آخه دختری تو دختری من هم هست. گفتم همش رو حل میکنم. التماس جناب، دخترم رو یابد. مریم، تو حاضر به خونه رو این کار را به عهده من گذار، ولی به کسی نقل نکن. آدمان من تو را به خونه میرسونند. از پس من بیا.
ارزو لبای جناب خانم مریم رو به خونش برده رسان. گوش کن ارزو، ببین که به خونش در آید. مرا فهمیدی؟ فهمو جناب. جناب التماس دخترم رو یابید. خبرتون رو انتظار میشوم. تو خواطر نشو، البته میابم. البته میابم و بعد حمده چی کار کردی؟ خیلی خوب نه به خانه نار، به خانه تکزار رو ببر، در همونجا کارش رو تموم کن. این مراتبه انیق باوری حاصل کن که او مرده است، نباشد من تو رو میکشم. فهمیدی؟ مایلش آمینه، با من یک قهوه خوب تیار کن دخترم. الله سلامت. چی شد دادر؟ چهار که ماشین کفیده په شو ماشینت من زود ایواز میکنم. من رفته در اونجا دست رویم رو شویم. من شپه مادر جان، چی گپ شد؟ چهار که ماشین کفی بیواز کرده ایستاد اما که هم مادر مادر این ماشینی حمدی نیست؟ بله ماشینی اوست. برای چی اینجا ایستاده است؟ برای ما را کمک کردن آمده است. عرفان کنیوای پسرم کجاست؟ در اینجا نیست، در سرحد می باشد، در ادای وظیفه است. در اینجا نیست؟ در سرحد است؟ رفتیم. و کجا؟ سرحد نگفتی به سرحد؟ در سرحد ادای وظیفه می کند. ما در آنجا چیکار میکنیم؟ عرفان من سالهای دراز باز از حسرت پسرم میمورم. در کجای نباشد رفتم میبینم. التماس مرا با آنجا ببر. مایلش
آمینه خانم آیشه رو ندیدی؟ در بالا در حجرهشون جناب دعوت کنم؟ نه بدار نکن. معلوم که بعد توی مانده شده است، خواب رفته است. تو با بچه ها گپ زن که اسب ما رو آماده کنند. مایلش جناب. اسکر شده است یعنی ها؟ چقدر با اون لباس اسکر میزبیده باشد. من هم مثل شما یکم بار میبینم ینگه. کریمی من هست همین طور نه عرفان. بله ینگه، در چای خونه دیه اسکرها گپ میزدن، از آنها شنیدم و اینجا نه با وظیفه سردار تعیین شده است. پسری جانم نخود من او رو میدیده باشم. نخست از دهانی برادرم برآمد اسکر گفتن. از دور هم باشد میبینم. شکری خدا پسرم رو میبینم. ینگه اینقدر وقت صبر کردید، باز کمی انتظار شدید. 10 ساله بود، هنوز 10 ساله بود که برادرت به من پسرم رو نداد. ینگه اگر برادرم به شما گپ زدنم رو فهمم، درباره کریم به شما گفتنم رو فهمم، و خدا قسم میخورم مرا زنده نمیمانند. نمیگویم عرفان، من این خوبیت رو هیچگاه فراموش نمیکنم. ایوه این چی باشد؟ روزتون بخیر سردار. چی شده است؟ یگان کمبودی است؟ گذشته نمیتوانیم. برگردید، سرحد در زیر نظارت عسکران میباشد، گذشته نمیتوانید. چی شد عرفان؟ راه نیست؟ نه ینگه راه نیست، چیزی هم نمیگویند. این چه خل میشود؟ من پسرم رو نمیبینم. ینگه خواطر نشوید، حل میکنیم. من حاضر شما رو به خانه میبرم، شما خبری من رو انتظار شوید. بهترش اول من با او میخورم. همین طور؟ من رو دیدن نمیخواد همین طور نه؟ البته مادری ترک کردهش رو دیدن نمیخواد. نه ینگه شما مرا نادرست فهمیدید، من این خیلی گفتنی نبودم. شینید ینگه میرویم، شینید. ایستا سرده برا سرده گفتم. تو چی باز از من گریختن میخوایی ها؟ از با تو برای قاتل ماندنم گریختنم بهتر است. با ماشین سوار شو. سرده برا سرده میگویم. چی کار میکنی؟ سرده مرا. شوهرم را کشتی، آرزوهایم را نابود کردی، با چی میخوایی؟ گوش کن، این بازی های کودکانه نمیگذرد، فهمیدی؟ با من همه حادثه را نقل میکنی، همه کارهای رئیس کلانت را، سلاح‌ها به کجا میروند تا نقل نکنی و تو راهی خلاصی نیست. این را در عقلت خوب جای بکن.
چی خیر سیلو؟ تو درباره چی گفته ایستاده میفهمی؟ قاتل هستی تو قاتل! قاتل! دخترم دختری زیبایم لابای حضور یک دقیقه تلفنم رو میدهم. جناب رجب زنگ میزند. تاجیلی بوده است. برای چی زنگ میزند؟ بخیر باشد سرجان رجب. نه آنقدر بخیر از جناب بشر. کاروان توی شما را در سرحد سرداری نو تورمار کرده دستگیر کرده است. نو با ریا برآمدند. هنوز صحت و سلامت بوده است. آنها به مرکز می آیند. بلا زند. کی هست این سردار نو؟ کی بای؟ نو تعیینش کردند. من هم نمیشناسم. آدمی چینی بوده است. همه سلاح را دستگیر کرده است. وای چند سال باز توی میکنیم اما یگان مراتب دستگیر نشدیم. اکنون کدام سردار برآمده عملیات گذرانده سلاح ها را دستگیر میکند همین طور. من حسابی این را از او میپرسم به همه جواب میگوید. گوش کن سرجانت، نو عروس را بازپرسی نکرده کارش را حل کن. میفهمی؟ کاری وی را حل کن. شما خواطر نشوید. همین که آمد کارش حل میشود. مایلش ماشینم را آماده کنید. مایلش جناب. حمدی کجا هستی ابله؟ با تلفن جواب ده. وقتی زنگ زدنت را یافتی لبای جناب تو در کجایی؟ 2 ساعت باز به تلفن جواب نمیدی؟ جناب من نه خاموش شو. حمدی به من گپ زن که حالا نکشته ای. او به من لازم است. نه جناب نو شروع کرده بودم. حالا هم زنده است. خیلی خوب. در خانه تاکزور هستی. من حاضر می آیم. زودتر باش. خولای مریم خوش آمدید. مرحمت دارید. ششتانی ناومدم گلی جان. با من گپ زن. این جوانی در اسم بوده رو میشناسی؟ گپ زن او رو میشناسی؟ سراغ او رو میدانی؟ بختت آمد کرد. جنابی بشر تو را میبخشد. باور کنید سراغ او رو نمیدونم، لیکن به مرکز پلیس رفته پرسید آنها یافته میدهند. پلیس ها کمک کرده میتوانند؟ بله، به فکر من یک بار پرسید. مادام که جناب بشر ماشینش رو داده است میروم. تشکر. دودر من باید زود به شهر روم. چی گپ شده پا؟ در شهر چی کار میکنی؟ در مرکز پلیس یک کار دارم. باز این ویران شدهش. چی شد؟ الو جناب بشر، این زن مرا زود با مرکز پلیس ببر میگوید. چیکار کنم؟
باز با اونجا نبری. مرا فهمیدی؟ یک دقیقه ایستا. حاضر معلوم نکرده براه برا. من او را به جایی میبرم که روزش رو میبیند. مرا فهمیدی؟ تعمیر کردی دادر؟ بله اپا. الو جناب بشر شما هستید؟ التماس گوی دخترم رو یافتید؟ مریم جای زندگی کرده مراد رو یافتم. با آدم من تلفن رو بده. سراغ رو گپ میزنم رفته میبینید. من هم از دیگر طرف کافتن روحیه رو دوام میدهم. مایلش میدهم. گیر جناب بشر به تو روح میگویم. او را به خانه مراد ببر. من همش رو حل کردم. وقتی بر اومدیم گپ میزنیم. فهمیدم جناب بشر. چی میشود حمدی؟ از کارها به کاروان توی عملیات گذرانیده. همه سلاح های ما را دستگیر کردند. خیر آسیه هم در دستشون. من همین کار را برای با ما علاقمند نبودنش حل کرده سادم. یعنی کارهای را که تو باید انجام بدهی من حل کرده ایستادم. چی کار میکنیم جناب؟ دهانش را گشا. به مادرش مکتوب خیرباد نویسد. شما چقدر آدمی پس بودید. از ما چی میخواهید گپ زنید؟ سردید مرا سردید. گوش کن مرا. حاضر مادرت در نزد آدم من است. اگر نخواهی که به مادرت یگان چروخ دهد چیزی که میگویم همان را میکنی. اکنون با دستت قلم و کاغذ را گیر. گفته هایم را نویس. نباشد با مادرت کارهایی میکنم که تخمین هم کرده نمیتوانی. مایلش چیزی که خواهید میکنم، لیکن با مادرم کاردار نشوید. مادر جانم، همه این حادثه هایی که به سرم آمده است یگانه گناهگار آسیه می باشد. آسیه؟ از آسیه چی میخوای شیطانی رسیل؟ با آسیه کاردم بشم. مرا مجبور نکن. نویس نویس. بله این مراد است. وقتی که به اینجا می آمد از من حجره کرایه گرفته می ایستاد. بسیار نیه در یک ماه یک دو مراتبه. لیکن چقدر وقت باز نمی توبد. حجرهش رو دیده می توانم؟ البته مرحمت رفتیم. این جوان از کربل است؟ موسو دوستت می‌دارم. جانکم به روحیه، خاله‌ام و جناب بشری که خودشون رو مثل شاه می‌حسابند برای ادبشون رو دادن وقتی کم مانده است. روحیه وقتی که تو رو از دست می‌دهد برایش درس خوب می‌شود. ممکن در تقدیرمون خودکشی می‌کند. چقدر خوب می‌شود. جناب بشر همین سوی سلاح‌هایی در قربانی توی بوده رو اکنون می‌دهد. ما با تو خیلی خوشبخت می‌شویم.
شرطنامه‌ای که باز کارها بستم با ما هم پول و هم در دروازه‌های سرحد ایستادن من برای انتقام گرفتن فایده آورد. در روزهای نزدیک به دهر می‌آیم. آسیا، این دختر چه کار می‌کند؟ بینندگان گرامی، در نزدیکی سرحد اسکرها به کاروان توی عملیات گذرانیدند که در نتیجه این عملیات یک چند نفر کشته شد. کمی دیرتر به شما درباره این حادثه مفصل خبر خواهیم داد. الو جناب بشر، خانم مریم به اینجا آمد. مکتوب را ماندم. بعد از خواندن مکتوب غمگین شده برآمده رفت. خیلی خوب، آفرین. نگاه کنید کاری کرده آسیا را. نگاه کنید. دختری خالش از برای او خودکشی کرده است. با مراد یک جای شدند سلاح قاچاق کردند. به بیچاره بشر دام گذاشتند. مگر مریم قاتل دخترش را میبخشد؟ حمدی؟ نمیبخشد جناب. به فکر من مردش را حتی صاحب نمیشود. تو چقدر آدمی پست بودی؟ نگاه کن حمدی چی میگوید؟ به تو کی باور میکند؟ همه مردم دیه به من باور میکنند. پدر یتیم ها، جناب بشر، کم بغل ها را دستگیری میکند، بی صاحبان را صاحبی میکند. جناب بشر، اینجا آشخانه ای. من اینجا رو آروم میدیم. زمینش رو سنگ مرمر قیمتدار رو میچینم. برای شوهرت بهترین خوراک رو میپذیریم. رفتیم. این رو در جایبش بمان. از بالای خرسنگ پایان پرتا. به یگان کس گپ زن که جسدش رو یافته به پلیس خبر رساند. اوه خواطر نشو. آسیا رو از پسد روان میکنم. چی کار کردید؟ خیلی خوب. مریم در ماشین است. خوب، برای خانه تاکزار بیایید. من هم کمی پس می آیم. جناب بشر قرطای شیطان لعین است درس گیرد. سرده مرا احتمال سرده. چی شد؟ لباس عروسی افلاس شد. کی میداند باز چند مرتبه دیگر عروس میشوی؟ راه کرد. سرده با تو میگویم سرده. التماس مرا سرده گفته صدام. من با تو چی کار کردم سرده گفتم. در را
лейтенант карим омад. омадан сардорам. جناب دخترم رو یافتم. خانه برهان رو یافتم جناب. آسیا خیلی کارهای بد کرده جناب. در خبرها عملیات گفتن آسیا این مکتوب رو به موسی نوشته است. انتقام میکند. باز کیم چی رو نوشته است جناب؟ این مکتوب رو آسیا نوشته است؟ خدایا ما با او چیکار کردیم مریم؟ نمیدونم جناب. این دختر چطور به این حال آمده است؟ هیچ چیز رو نمیفهمم. از روحیه یگون خبر هست جناب. گپ زنید جناب. برای چی خاموش میستید؟ از روحیه خبر هست؟ خبر هست مریم. عسکر او را از پایان کوه یافته است. لیکن جسدش را او خودکشی کرده است. مریم مریم خودت را به دست گیر. باید به بیمارخانه رفته حجتهایش را به آخر رسانی. روحیه دخترم. روحیه اکنون من رو خوب گوش بکن. با من درباره بشر گفتنی آدم چیزی که میدونی همه‌اش را یک به یک نقل میکنی. نقشه کشیده‌تون را از کجا به کجا بردن سلاح را فهمیدی یک به یک نقل میکنی. البته اگر کمتر عقل داشته باشی، اگر گپ زنی و به همه‌اش اقرار شوی، برای از اینجا برآمدن یک فرصت میشود. اجازت میدهم که تو آزاد شوی. تو نمیفهمی من از این چیز خبردار نیستم. یگانه چیزی میدونم این توی رو بیرون کردنی تو از شوهرم رو کشتند. قاتل هستی تو، قاتل. مرا گوش کن. سردارم جسدهای شهیدها رو برده ایستادند. رفتیم سرجنت. رفتیم با دلیران ویدا میکنیم. ایستا گفتم. گوشو میگویم من یکو گناه ندارم. میفهمی؟ گوشو میگویم. گوشو درو. بیا مریم جان. بیا. با خانم آیشه وضعیت رو فهمون. میگو که کمتر پس میآیی. خوب شده است جناب. سردارم حالتون خوب است؟ خوبم سرجنت. لیکن به حال منوید سردارم. گفتم که خوبم. بیا مریم. دخترم اینجا خنک است.
آنجا خنک میخورد جناب. او رو در اینجا نمیگذاریم. میدونم مریم مشکل است. خودت رو به دست گیر. چه کار کردی؟ چه خیلی خودت رو کشتی رویا دخترم. همدردی ما را قبول کنید. خلاصه به مارخانه حجت ها و لباس هایش اینجاست. ما بعدی هم میرویم به جنازه. چی از جناب؟ روحیه به تو نوشته است. مکتوب خیر باد. مکتوب را خوانید جناب. دخترم چی میگوید؟ مادر جان، همه چیزی که به سرم آمده است یگانه گناهکار آسه می باشد. دوست داشتم رو گرفت، آرزوهایم رو گرفت. ما با او همچون عائله شدیم. او باشد از پسمون کار زد. التماس انتقامم را از او کرد. این آخرین خواهشم از شما. به همش آسیه گناهکار می باشد. وای آسیه شناخته ما نیست مادر. التماس ما را ببخشید. با این عیب زندگی کرده شما را و خودم را هر روز شرمنده کرده نخواستم. یگانه گناهی من دوست داشتن بود. شما را دوست می دارم روحیه. کارهای آسیه را باور کرده نمیتوانم. از اول با ما بازی میکرده است. داماد را دیدنم شرط نیست گفتنش را هم نفهمیدیم. آسیه هست گفتیم، پاک است، بناموس است گفتیم. این خیل باشد ندیده خاندار شدن هم یک دام بود است. مثل دخترم میدانستم. امانتم هست میگفتم. قاتل دخترم شد. مریم غمش رو نخور. انتقاممون رو میگیرم. به همه کارهای کردهش جواب میدهد. خدایا یتیمم کردی لیکن به صاحبم نکن. مرا در پناهت نگاه دار. مرا از این احوال خلاص کن. از کبر آدمانی بدرهایم نگاه دار. مرا تنها نگذار. سرژانت جمال سنگین با مانندی نسبش سنگین بود. دلیر و جسور بود. چونان وطن دوزدار بود که حتی در روزی پدر شدنش در عملیات اشتراک کرد. جمال 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 اکنون همه را تنها گذاشت و ابدا رفت.
در راه خدا ابدا رفت نمیگویند لیتینانت، بلکه برعکس آنها زنده‌اند. ما فانی‌ها این وضعیت رو نمیفهمیم. آنها در راه وطن خود را قربان کردند. خدا رحمتشون کند. فکر میکنم که درباره این حادثه دلیل‌های باورناک داری. البته سردارم. پس از 5 دقیقه در اتاق من حاضر شو. سردارم و فرمانده داخلی چی میگویید؟ حقیقت رو ابراهیم، حقیقت رو. تو در اینجا چیکار میکنی؟ در دستت چی است؟ حاضر همش رو میفهمانم. آرام شو. ایست نگوریز. او را داره. ایست از جایت نجو. سردت گفتم کن نگوریز. ایست. سردت مرا. همدردی ما را قبول کنید خدا. سرداری پسرم تو هستی. پسرم از فرزندی نو تولد شده است. سر نشده دنیا را پدرود کن. از چشم پسرش سر نشد. خاله جان با اینجا گذارید. نمیرم، یتیم شد. یتیم. دخترم خودش رو کشت. خودش رو کشت. خدای این رو تحمل کرده نمیتوانم. طاقت کرده نمیتوانم. مریم دیوانگی رو بس کن. در اینجا چی گپ شد؟ دختر را کشتن میخواست سردارم. او را داشتیم. ایستا! داره دو را. ایستا نگوریز. اینجا چی گپ است ها؟ سردارم دختری از قربانی توی آورده را کشتن میخواست. در بین ما خواهیم بوده است. تو در اینجا چیکار میکنی؟ البته برای گریختن همه فرصت رو سنجیده ایستادی. زود بدرون درو. زودتر. عسکری خودت رو پروندی. شوهرم رو پروندی. من رو هم پرون. بیاییم که من تو رو میپرونم. تو بسیاری بد گپ میزنی. زود درو. زودتر. ایست نگوریز. اوسیا با ما این طور رفتار کرده نمیتوانست.
бо кӯмаки мусо ба мо дом гузоштанд. ойша ман ҳам ба монанди ту ҳайрону парешонам. акнун чӣ мешавад? мегӯянд ки як сардори нав омадааст. шояд бо ӯ гап занем. чӣ хел сардор? дар бораи кӣ гап мезанӣ? аз куҷо донам? як сардори нав таъин шудааст. шояд кӯмакаш ба мо мерасад. ойша аскар кай ба мо кӯмак карда буд ки акнун кунад. намебинӣ ҳатто осия бо онҳо ҳамкорӣ мекунад. ба сари шавҳарат гуноҳро бор карданду ту бошӣ кӯмак мегӯӣ. набошад чӣ кор мекунед? чӣ кор мекунам? албатта гуноҳҳои ба ман бор кардаи осияро аз сарам халос мекунам. аввал ҷанозаи рӯҳияро гузаронем. бечора марьям чӣ хел тоқат мекарда бошад? ба ӯ дилам месӯзад. марьям эрон баро. орҳан ором шав, рав аз ин ҷо. ҳуррия аз барои ту мурд, аз барои ту. орҳан аст? марьям эрон баро. ин беномуз дар ин ҷо чӣ кор мекарда бошад? орҳан рав аз ин ҷо. майлаш бародар, занамро гирифт. ман ҳозир ба ӯ нишон медиҳам. марьям баро. марьям ором шав. марьям берун баро. ту дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ? барои чӣ омадӣ? вазифаи падариятро, шавҳар буданатро бисёр иҷро кардӣ. як рӯзи хубро бо ту надидам. акнун маро дар ғамам танҳо гузор. агар маро гӯш мекардӣ ҳозир рӯҳия зинда мемонд. ба ҳамааш ту гунаҳгор ту. ту чӣ қадар одами бевиҷдон, ин қадар берӯй ҳастӣ. дам шав аз назарам. бас зани беақл. ман ба ту хубӣ кардам. ба духтара шавҳар ёфтам, вале ту бо ҷиярат якҷоя. ба мурдани духтарам рӯҳия сабаб шудед. акнун гапа камкунон роҳ гар ба хона меравем. рафтем. дафт кунед ин аблаҳро. сардед маро сардед. занамро гирифта меравам. рафтем занак, роҳ гард. рафтем. ман зани ту нестам. фаҳмидӣ? ман аз ту ҷудо мешавам. дав шав. сардед. рафтем гуфтам. бошад ягон кор кунед. чӣ шуд? акнун ҳамаатон одам шудед, акнун лозим нестам ман. орҳан ором шав. кори кардат хуб нест. дарду ғами ин зан калон аст. духтараш вафот кардааст. биё ба хона. ҷаноби башар, шумо фикр мекунед ки ана ин одам аст? бо ин бевиҷдон бо забони мефаҳмидагиаш бояд гап занӣ. сарде. орҳан ором шав. марьям накун. марьям сарде. ту чӣ кор кардӣ беномуз? силоҳашро гиред. марьям ба ман де. марьям хуб ҳастӣ? чӣ кор кардам марьям? абла нохош шуд. ба худо намехостам. нохош шуд. паронда намехостам. барои ин ҳамаи корат ҷавоб медиҳӣ? хомӯш шав. аскар лабай сардорам. то омадани ман ба ин утоқ ягон кас намедарояд. фаҳмидӣ? итоат. сардорам хуб ҳастед? хубам сержант, хубам. хоинро доштед? мутаассифона не сардорам, гурехт. сержант, сардор дар дохил манро интизор аст. то омадани ман чашматро аз ӯ дур накун. ин аблаҳро ба полис таслим кунед. ҷаноб нохош шуд. паронда намехостам. марьям тарсад гуфта силоҳро гирифтам. ба худо давшав аз ин ҷо. пештарро рафтем. башар ман ҳам меравам. ту дар хона бош. ман ба ту хабар медиҳам.
خدایا کمکمان رسون. تو رو پیش از با اینجا روان کردن آگاه کرده بودم باز از پیش خود تو خودسرانه عملیات میگذرانی. سردارم آدم ها با بهانه توی به سوریه سلاح میگذرانند. این سلاح ها به کجا میرود معلوم است. به همه تشکیلات های رادیکالی سلاح تامین میکنند. لیکن ما همه سلاح ها را دستگیر کردیم. یعنی عملیات با موفقیت به آخر رسید. عسکران شهید شدند لیتینانت، شهید شدند و در یک دولت دیگر شهروند دیگر دولت رو میکشی. این چی معنی دارد میدونی؟ این سبب آغاز جنگ شده میتواند. تو باشه درباره این موفقیت گپ میزنی. سردارم در دستم شاهد دارم. پشت این کار خیلی وزنین است. لیکن من این را حل میکنم. شما هم دیدید که در درون آدمشان را ماندند. معلوم است که از گپ زدن دختر میترسند. لیکن من مجبور میکنم که گپ زند. لیتینانت اگر دختر رو این خیلی گپ زدنش رو میخواهی خطا میکنی. با وای ترس نه و امید دادن لازم. چیکار کردی سرجم رجب؟ کار تمام؟ بلا سند. خاموش کن خاموش کن. حاضر خبرنگارها هم می آیند. سوال و جواب میکنند. ما وظیفه من را اجرا کردیم. سلاح ها را لیتینانت هیچ کس پروا ندارد که سلاح ها به سوریه به تشکیلات رادیکالی می رود. لیکن اگر آدم مراد سببش را همه دانستن میخواهند خود سرانه عمل کردنت برای همین است. الو مرده. قوتش تمام شد. همسرم زنگ میزند خواطر شده است. سردارم اجازه دهید به برق مانم. 20 سال می شود که کار میکنم. یگان وقت مالی دولت رو به کار شخصیم استفاده نبردم. برای همین این برق رو استفاده نمیبرم. سردارم با یک قوت دادن چیزی نمیشود. حرام کم و زیاد ندارد لیتینانت. همه چیز در این دنیا میگذرد. حق دولت هستیم. شخصی باشد هیچ گپ ندارد. اگر شخصی باشد آدم رو یافته حقش رو داده خلاص میشوی. خب میلش من حاضر به خدمات میروم حسابات میدیم. تو رفته شاهد رو بازپرسی بکن. اما چخلی که گفته بودم با ترس نیو با امید. اطاعت سردارم. زود باشه. زودتر باشه زودتر. حمدی مرا خوب گوش کن. رجب کار را حل کرده نتوانست. این کار به عهده تو. آسیه شاهدی نداده او را بکش. کاری کرده کارش را تمام کن. فهمیدی؟ کارش را تمام کن.
Aşkın ateşinde yanıp yetim gönüller, yetim gönüller. Adı Asya. Bir yanı yıkık, bir yanında sevda. Kerem تو به همش جواب میدی gibi hayat yolunda. Öyle içten, öyle derin, öyle sevmişler. Aşkın ateşinde yanmış, seven gönüller, yetim gönüller. Aşkın ateşinde yanıp yetim gönüller, yetim gönüller. چی میخواهی از من؟ چی میخواهم؟ سلاح‌های بشر کراتای بودنش را و با این آدم از کی باز همکاری کردنت را فهمیدن میخواهم. سرده مرا. دکتر احوالش چطور است؟ خواطر نشوید جناب بشر. تیر گذشته رفته است. احوال بیمار خوب است. من برآمدم که خبر رسانم. کمتر پس میآیم. تشکر. گذشته رفته است. کاش که میرسید و مرده میرفت که خلاص میشدم. جناب بشر؟ تو در اینجا چی کار میکنی؟ یا که به فرزندم یگون چیز شد؟ نه، به فرزندتون یگون چیز نشده است. احوال خانم مریم رو فهمیدم. گفتم که یکی از دستم یگون کار میآید کمک میکنم. اینجا بیا. مریم رو فکر کردن به تو مانده است ها؟ لیکن جناب مرا گوش کن. در شکمت فرزند مرا میکشونی. پسرم است. اگر به او یگون چی شود من تو رو هم زنده نمیمونم. فهمیدی؟ مایلش جناب خواطر نشوید. دیگر تکرار نمی شود. تو تولد شدن این کودک از خونه نمیبری. فهمیدی؟ فهمیدم جناب. اکنون راست به خونه راننده من تو رو برده میرساند. رب خالم رو پرس. رب از وی پرس. وی به تو همین خیل میگوید. جنابی بشر رو هم پرس. من تنها خانه دار شده یک عائله خوب برپا کردن خواستم. میفهمی؟ تو شوهرم رو کشتی. دنیای من روشن بود. لیکن تو شوهرم رو کشته دنیای من رو تاریک کردی. میفهمی؟ امروز یک کودک به پدر تولد شد. یک زن پسرش را و زن دیگر شوهرش را از دست داد. با تو و با مانند تو بر اینها در زندگی جایی روشن نیست. اکنون با مثل موسیقی بگناه نشو. همش را یک به یک نقل بکن. تو مرا به دام خود کشیدن میخواهی، لیکن اصلا نمیترسم. برای روی پیش کردن گناه های خود آدمان بیگناه رو گناهگار نکن. جناب بشر در این منطقه آدمی با آبرو هستند. او با سلاح کاری ندارد. ما اگر این سلاح ها رو نمیداشتیم میدانی باز چقدر آدمانی بیگناه میمرد. لیکن من گناهگار بودن تو را و هم جناب بشر را اثبات کرده میتوانم. گپ های من همین قدر. دیگر با تو گپ ندارم. با تو رسا 1 ساعت مهلت. بشر قرتای را محافظت نکن. در اینجا همه چیزی که میدانی نویس. نترسیده آدم ها را یک به یک نامبر بکن و امضا گذار. اگر اعتراف کنی دولت تو را محافظت نمی کند. سردارم یگون چی گفت؟ هنوز نه، لیکن البته گپ میزند. خاله این دختر و بشر گفتنی حریف را گرفته به اینجا بیارید. بشر قراتای را؟ سردارم وای در اینجا خیلی آدم قدردان به حساب می رود. آن روز به خونهش در آمده نتوانستیم. ما آن روز به خانه در آمده نتوانستیم، لیکن لازم شود آنها به حبس می درآیند. گرفته بیارید. من خودم بازپرسی میکنم. من به خانه می روم. خبر رسان. اطاعت سردارم. تو در اینجا چیکار میکنی؟ برایتان تخم آوردم. آشخانه در کدام طرف رفته گذارم؟ در آن طرف.
تشکر. از خونه نمیبروی. یگان چی لازم شود به همدی گپ میزنی و به تو میآرد. به خانه رسونده زود برگشته بیا. лейтенант Карим вай арусро чӣ корҳо кард? Дар долон бо ӯ рафтори дағалона кард. ба фикр он гуноҳе надорад. боварам намеояд. аз барои онҳо чанд рафиқамон шаҳид шуданд. ба фикрам роҳамро гум кардам. ошхона дар кадом тараф аст? ба тарафи рости долон мегардӣ ва ба поён мефароӣ. маро фаҳмидӣ? фаҳмидам. ташаккур. тухми тоза овардам. دستهایت را بردار. آهسته به طرف من گرد. تو مگر اخلت رو خورده ای؟ در اینجا چیکار میکنی مهرو؟ خودم زنش رو همین خیلی پیشواز میگیرد. مگر وقتی نیکوی موقتی نگذشته است؟ گذشته است. لیکن میخواهم که باز دوام یابد. راضی باشی زود نوشو میکنیم. مهرو تو در اینجا چی کار میکنی؟ تو رو یاد کردم. با اینجا تعیین شدن تو از دیگر کس فهمیدم. با جای کارت رفته بودم. خبر نداده زود به اینجا اومدی. باز آدم شوهرش رو یاد نمیکند مگر. تو رو دیدن خواستم. به همین خاطر آمدم. مهرو تو من رو هنوز نشناخته ای. وقتی که تو خواهی نه. بلکه اگر من خواستم وا میخوریم. من میدونم که تو هم من رو دیدن میخواستی. اگر این خیل نمیشد با من نکاح نمیکردی، بلکه به مانند دیگر زنها من رو هم زندانی میکردی. لیکن من رو دوست داشتی، محافظت کردی، تنها نگذاشتی. تنها گذاشتم کو. لیکن تو من رو تنها نمیگذاری مهرو. برای چی با من چنین رفتار میکنی؟ من تو رو دوست میدارم. چرا این رو نمیفهمی؟ هر وقتی که تنها میموندی غمگین میشدی، به نزد من میومدی. یگانه زنی که باورش میکردی. مهرو من در حیاتم به یگان زن باور نمیکنم. با تو چی شد؟ هیچ چیز نشده است مهرو. دامرون بیا رفته چای نوشیم. دختر چی میشود؟ لیتنانت تنها نگذاری گفتم. یگان چی نمیشود. 5 دقیقه نوشیده میاییم. مایلش بیا.
خداوند هر کاری رو که به من روا دیدی تسلیمم. میدانم تو یتیمان رو تنها نمیگذاری، من رو هم بی پناه نگذاشتی، همه وقت محافظت میکنی. شکر زیاد خداوند. وقتی که نیکوی موقتی میکردیم زخمدار شده بودی، در یاد داری؟ همون وقت هم زخمت رو من بسته بودم. خداوند هر چیزی رو که به من روا دیدی تسلیمم. فقط مرا از آدمانی بدی اطراف بوده هم نگاه دار خدایا. چیکار کردی؟ تخم‌ها رو گذاشتی؟ بله گذاشتم. اشتهای تام. تشکر. اکنون چیکار میکنی؟ روحی برآمد را گم کردم. از اینجا پرسم گفتم برای همین. من هم برآمده ایستادم. با من بیو. برآمد؟ با این طرف. من تازه کردم لیکن کافی نیست. به بیمارخانه رفتنت لازم. باید دکتر هم بیند. لازم نیست. مانده شدم استراحت میکنم. تو هم هیچ کس ندیده برآمده رها. من تو رو در این احوال گذاشتن نمیخواهم. دیگر از من اجازت نگرفته از پیش خود به اینجا نبیو. روزهای آخر کارهایم بسیار است. یک چند وقت نبینیم خوب می شود. در سرحد عملیات رو تو گذراندی. آنجا چی شد؟ در خبرها عروض رو به مرکز بردن میگویند. اصلی مسئله در چیست؟ و جناب بشر یگان علاقه دارد؟ تو از کی باز به کارهای عسکرها توجه میکنی؟ یا اینکه سردارم شدی و من خبر ندارم؟ من تنها شد. خاموش شو. رو اکنون. چی شد ابراهیم؟ سردار خاله این دختر و شوهرش امروز پرونده است. در بیمارخانه‌اند. برای بردنش به نزد شما آمده ایم. مایلش یک لحظه ایستاد حاضر میآید. اطاعت سردار. وقتی آمدم تو رو در اینجا نبینم. یک دختر را کشته کار را حل کرده نتوانستی. جناب باور کنید خیلی نزدیک شدم. مثل که چیزی دخالت کرده نگذاشت. خاموش شو. اگر من نمیشدم تمام میشدیم. مایلش این سرداری نو آمدگی کی بوده است؟ از کجا است؟ جستجو کرده معلومات جمع کن. درباره وی همه چیز رو دانستن میخواهم. خاطر نباشید. باز رقیه خودش تنها به اینجا آمده است. این یک طرفو اگر به پسرم اگه چه شود. برای چی؟ در اینجا چیکار میکند؟ درباره مریم شنیده خواطر شده است. خدایا به شما چی؟ این اول فرزندم رو تولد کند بعد چی کاری میکند کردن گیرد. لیکن تا اون روز او را خوب نگاه بین کن. پسرم یگانه میراث من میباشد. غمش رو نخورید جناب. خانم مویشا درباره کودک فهمد چی میشود؟ چه خیلی که نباشد از دیگر کس از دیگر زن اگر فهمد. آیش نور چشم من است. وقتش میآید همش رو میگویم. اول پسرم تولد شود یک جای او را کلان میکنیم. الو چی؟ مایلش جناب عسکرها به بیمارخانه میآیند. بچه ها آنها را دیدند. تو چی میگویی؟ احوالش خیلی است دکتر؟ بهتر است انشالله. چه خیلی که گفتم جناب بشر تیر گذشته رفته است. خانم مریم خوشحاله بود است لیکن احتیاج به استراحت خوب دارد. به جنازه دخترم رفتنم لازم. ایستا مریم ایستا. خانم مریم شما باید استراحت کنید. باز یکی حالتان بد نشود. تشکر زیاد جناب دکتر. اکنون دمومش رو ما نگاه میکنیم.
جناب التماس میکنم مرا به جنازه دخترم ببرید. آخر اون مراتب بوی نکشم، بوسه نکنم، گورش نکنم. غمگین نشو، لیکن اول یک مسئله هست. یک دم پس عسکرها برای آسیا به اینجا میآیند. هر چیزی که من میگویم به آنها نقل کنی، هم انتقام روحی را از آسیا میگیری و هم آخرین خواهش دخترت را اجرا میکنی. در خونمون مور پرورش کردیم. گپ زنید جناب، شما چیزی که گوید همون رو میگویم. بگذار که جزایش رو گیرد. عالی جناب، اکنون مرا خوب گوش کن. وقتی که عسکرها به اینجا میآیند همین گپ ها رو میگویی. دکتر، از وی معلومات گرفته میتوانیم همینطور نه؟ بله، لیکن او را بسیار خسته نکنید. دخترش نو وفات کرده است. دردی وسنی دارد. چقدر دخترش مرده است؟ خودکشی کرده است. مایلش دکتر، تشکر زیاد. خوب. خانم شما در اینجا چیکار میکنید؟ اگر جناب بشر فهمند مرا جنگ میکنند. من با بشر گپ میزنم، طاقت نکردم. همدی چیکار کنم؟ بسیار خواطر شدم. احوالش چخل است؟ دکتر خوب است میگوید. تیر گذشته رفته است خانم. خدایا شکر. دردم بسیار زیاد است سردار. دخترم وفات کرد. اوسیه هم خانه دار میشم گفته. یک جوان رو یافته آورد. تشکر زیاد به جناب بشر، همه مصرف های توی رو کردن. اما اوسیه به ما خیانت کرد. ما از کجا میدانیم که سلاح میگذرانند؟ همه رو فریب کرد. من دیگر این خیلی هم ندارم. اوسیه این خیلی نمیگوید، لیکن شما برای خانه‌دار شدنش میونه رو شدید. میبینی مریم، من یافتم میونه رو شدم. گوش کنید، خاله شاهد است. یک جوان رو یافته دوست داشته است. من به این هم هر سال یک غریب رو یافته تویش رو گذرانده اویلش رو برپا میکنم. اوسیه رو هم نگفتم، لیکن این کارهای کردش ما رو حیران کرد. میفهمید؟ دخترم از برای وی دست به خودکشی زد. جوانی دوست داشته روحی رو یافته همه این رو یک جای کردن. من ما رو پرورش کردم سردار. حیفی اینقدر زحمت هایی کشیدم. خوب، لیکن اینقدر سلاح رو از کجا تامین کردن جناب بشر؟ اگر میدانستم لیتنانت، اگر میدانستم. الو عرفان، من آیشه در شهرم. یگان خبر هست گفته زنگ میزنم. گوش کنید، ما امروز یک جنازه داریم. دردمون کلان، جویمون، خانمون معلوم است. هر وقتی که خواهید زنگ زنید. تو خواطر نباش جناب بشر، راهی تو به مرکز پلیس میرسد. حالا به تو نشان میدهم. سردارم، از گفته‌های آنها چی فکر دارید؟ معلوم است که این بشر همه رو فریب کرده است. اگر دختر اعتراف کند، حتما ما بشر رو به حبس میکشیم. آیشه، تو برای چی اومدی ها؟ چیکار کنم بشر؟ فکرم تنها با شما بود. مایلش جانم. حمدی، تو حجت های بن آمدن را حل بکن. ما هم به جنازه دیر نمانیم. خوب شده است جناب. نمیدونم لیتنانت کریم در کجاست. ممکن نآید. استراحت کنی رفت. خوب مایلش، من کمی دیرتر باز می آیم. مهلتی به تو دادم تمام شد.
ҳарчи ки медонӣ ба ман нақл мекунӣ ё ин ки ин ҷо ба ту хеле маъқул шуд? ба ту ҳамаашро нақл кардам. холаам ва ҷаноби башарро ҳамчун шоҳид нишон додам. барои чӣ ба ман бовар намекунӣ? лекин холат ин хел намегӯяд. дар ҳама кор туро гунаҳгор мекунад. ҳатто дар вафоти духтараш. ҷаноби башари таърифият ҳам туро тарафдорӣ накард. чӣ дурӯғ гуфта истодаи ту? чиҳо гуфта истодаӣ? чӣ хел вафот? рӯҳия мурдааст? дурӯғ гуфта истодаӣ, дурӯғ. дурӯғ мегӯям а? чӣ кор мекунӣ? исто. рафтем, мебинем дурӯғ мегӯям ё не. сардеҳ маро, сардеҳ. рафтем. Сардорам, ба куҷо меравед? сардеҳ гуфтам, сардеҳ. сардеҳ. сардеҳ гуфтам, намефаҳмӣ магар. خدایا من چه خیلی این درد رو طاقت کنم. خدایا اسکر جان یک ثانیه. وای 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 از برای تو بچگی یتیم از روحی مرد. حیف شد دختر. مریم مرا ببخش مریم مرا ببخش. من در حبسخانه خواب رفتن نمیتوانم. ناخوش شد. مریم مرا ببخش. مگر من این خیل میکردم؟ هم در این دنیا هم در آخرت عذاب کارهای کرده‌ات رو میکشی. مریم التماس مرا ببخش. مریم مرا ببخش. اکنون چی میشود؟ التماس میکنم مریم مرا ببخش. مریم شد میرویم. مریم جان مرا ببخش. التماس مرا ببخش. مریم مرا ببخش. التماس میرویم. اسکر جان یک دقیقه التماس. مریم مرا ببخش. من نمیخواستم. مریم ناخوش شد. مریم مرا ببخش. مریم بیا میرویم. من دخترم رو تنها گذاشته نمیتوانم. باز کم دریستم. التماس باز کم دریستم. اویشا تو هم خسته شدی. حمدی تو رو به خونه میبرد. حمدی لبای جناب. خانم اویشا رو به خونه برده برگرد. مایلش جناب. این از کجا پیدا شد؟ چی دروغگو از حاضر میبینی؟ رویا خاله مشمول چی شد؟ این را برای یکی روا دید. تو شر نکرده با کدوم روی به اینجا می آیی؟ خدا تو را زند.
خاله شما چه هم میگوی؟ خاله من به شما چی کار کردم؟ خاله با من گپ زنید من جهنتون آسیه میبوشم. خاله من خاله تو نیستم. من این خیل جیان ندارم. تو مار بوده ای اکنون خورسند هستی. دخترم رو کشتی اکنون خورسند شدی. خاله کاری خوب نکردید که او رو آوردید. دردی این زن مگر کم بود که باز این رو آوردید. ما هیچ وقت از پیش خودمون حرکت نمی کنیم. وظیفه من این کار رو حل کردن است. کو شما یک روبرو شوید. خاله من برای چی رویه رو کشم؟ برای من چی کار کردنم را نمیدونید مگر؟ خاله یکان چیز گم زنید. خاله جناب بشر شما یکان چیز گویید. از تو این رو انتظار نبودیم آسیا. ما رو شرمنده کردی. شرمنده. جزای چیزی که باشد میبینی. از ما هم از خالت هم از این ده هم دور باش. تو رو دیگر دیدن نمیخواهیم. خاله جون من در این کار دست ندارم. باور کنید. سردار این دختر رو از اینجا برید. من او رو نمیشناسم. خاله فکر نکن که من باور میکنم در این کار همه گناه در سر این دختر است. در حقیقت نقشه خوب کشیده ای. تبریک میکنم. من رو گوش کن بشر قرطای. نام کریم ایدین را در یادتگیری خوب میشود. اکنون در این جایها من وظیفه دارم تا گناهگار را به زندان ندارم. خوابم نمیبرد. البته تو را هم بشر. تو چی ها میگوی لتنانت؟ در این ده همه را احترام میکند. برای مردم همه فداکاری ها را کردم. همین خیل نه؟ جناب بشر به یتیمان و پیرانسالان کمک میکند. او ما را دستگیری و صاحبی میکند. او غمخواری ما است. او با ما کمک میکند. همین خیل. باز و میخوریم بشر. میبینیم. الو عرفان زنگ نزدی دیدنی نرفتی؟ ینگه رفتم نبود. شما غمگین نشوید. باز میروم. مایلش زنگ زن. مایلش انتظارم. پسرم برای تو رو تنها گذاشتنم فکر میکنم از من نفرت نداری. این چه خیل ماشین رانی هست؟ قریب میکشته. شما در اینجا چی کار میکنید؟ از شیخ به شما سلام آوردم. دختر در کجاست؟ بعد از 3 روز در سرحد می شود گفتید. شما با شیخ ما نغمه بازی میکنید. من دختر را دیدن میخواهم. چه خیلی دختر؟ مگر خبر نداری؟ عسکرها عملیات گذراندند. همه سلاح‌ها و دختر در دستشان است. اگر این قدر خواهی رفته دختر رو از دست عسکرها بگیر. مرا خوب گوش بکن. شیخ من برای این دختر پول را پیش پرداخت کرده سپارید. ها و باز گفت که به دختر نآید. اکنون تو با من دختر را میاری. جناب برای چی باور نمیکنی؟ دختر دستگیر کرده شده است. سلاح‌ها و دختر در دست عسکرها. این قدر اگر خواهد جناب بشر پول شیخ را پس میگرداند. دراز نکن.
акнун маро гӯш кун. шайхи самири ман пулро нею духтарро мехоҳад. рав ҷанобатро гап зан, ҳа, ё духтарро медиҳад, ё ин ки туро дар ин ҷо мекушам. маро фаҳмидӣ? майлаш занг мезанам, занг безанам ҷаноб. алло ҷаноб, одамони шайх дар инҷо. самир ҳастку, харидори осия. вазъиятро ба онҳо гуфтам, лекин нафаҳмиданд. аз шумо шунидан мехоҳанд. шуд хомӯш шав. ту бо одамҳо ба анбор равед, ман ҳам меоям. майлаш ҷаноб. бало занад, боз инаш намерасид. марьям, ман бояд равам. одамҳоям дар ин ҷо мешаванд. ҳар вақте ки рафтан мехоҳӣ, туро мебаранд. ба анбори коҳна меравем. ҷаноб, ризое ки падари мусо карда будем, захм бардошта гурехтааст. ҳозир дар дасти одамони худамон аст. бо ӯ чӣ кор кунем? ҳозир вақти ӯро надорам. нобудаш кунед. хуб шудааст ҷаноб. سردارم دیدی چه خیل تو رو محافظت کردند. در 2 دقیقه چه خیل فروختم. همه گناه رو به تو بار کردند. گوش کن. چیزی که میدونی نقل بکن. گوش کن. کاری میکردت خیلی آسان است. تنها نویس. چی هستی؟ با این آدم ها چی رابطه داری؟ با من کی بودن رو نقل بکن. و مثل شاخه درخت بر ضد شمال ایستادم. همچه بود در بیابان شکفتم ولی ایمانم را از دست ندادم. هر قدر درد رنج شکنجه کشیدم، شکستم ولی برخواستم. با ایمانم، با صبرم، با حقیقت راه گشتم. در زندگی نوی من آسیه یتیم ماندم.
لیکن وی صاحب نیستم. همراهی من خداست. تو مرا مسخره میکنی ها؟ گپ زن. با من درباره خودت نقل کن گفتید، من هم نوشتم. نام من آسیه. مرا گوش کن. سردارم اسکر! اسکر! نام سردارم با من بیا. اطاعت سردارم. چیکار میکنی؟ سلاح رو با من ده. و شفری مرا کشت. جزایش رو میبیند. لتینان کریم شوهرت رو نکشته است. Corazones huérfanos.